подполковник Дилмурод Шодизода را که قبلا یک زن به تجاوز و تماجوی متهم کرده بود از منصب سردار بخش تفتیشات شعبه کارهای داخلی خوجند راندند. یک منبع نزدیک به تفتیش قضیه سبب برکناری او را سوء استفاده از وظیفه نامید. مقامات سبب راندن دلمراد شودیزاده را به طور رسمی شرح ندادند و خود او نیز برای شرح این قضیه فعلا دسترس نیست، ولی یک نماینده ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت به شرط فاش نشدن نامش روز 19 ایون به رادیو آزادی خبر برکناری افسر بلندپایه را تصدیق کرد، ولی گفت تصمیم به دعوای ساکن خوجند شعلو دولتو ربط ندارد. حالا در ذخیره کادرهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است و سرنوشت بعدیش معلوم نیست. افزود همصحبت آزادی ماه شعلو دولتو یک ساکن شهر خوجند دعوا کرده بود که دلمراد شودیزاده از او در عوض قطع پروندهش $30,000 ستانیده یک دفعه به ناموسش تجاوز نموده است. مقامات این زن را به اتهام معامله با دلار ماه نوامبر سال 2022 دستگیر و 4 سال از آزادی محروم کردند. اجرای حکم تا زمان به 8 سالگی رسیدن کودک خردیش به تأخیر افتاده است. خود شودیزاده ماه پیش در صحبت با آزادی تصدیق کرد که در واقع تفتیش پرونده شعلو دولتو را او پیش می برد، ولی این افسر ملیس طلب $30,000 و دستدرازی به ناموس دولتو را رد کرده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 می ادعای شعلو دولتو را کاملا دروغ نامیده خود او را به معامله غیر قانونی با دلار، سودخوری، صاحبکاری غیر قانونی و مانع شدن به کار مفتش عیبدار کرد. این ادعای کاملا دروغ بوده. دولت و شعلو شیر علیو به خاطر خود را جبر دیده و بیگناه وانمود کردند. به یگان دلیل به پدپلکوونیک میلیشیا شودیزاده تهمت نموده است. تاکید کرده بود وزارت کارهای داخلی در ردیه‌اش شعلو دولت و میگوید و شرکت‌های بناکاری در خوجند خانه خریده بعد از آرایش دوباره میفروخت، ولی هیچ وقت با پول خارجی داد و گرفت نکرده است. حالا این قضیه را اگنسی مبارزه با کروپسیون تحقیق میکند. مفتشان این اداره روز 31 می شعلو دولتو و برادرش را با دلمراد شودیزاده روبرو کردند و درباره دادن $30,000 رشوه و تجاوز جنسی بازپرسی کردند. سالهای آخر شکایت از بدرفتاری و سوء استفاده از مقام و تماجوی افسران و کارمندان میلیشیا در تاجیکستان زیاد شده است. ماه اپریل امسال والدان یک نورس و خواننده مکتب در نویه رشت ادعا کرده بودند که ماموران میلیشیا پسرش را با گمان دزدی دستگیر و مجبور کردند که یا گناه را به گردن بگیرد یا شیمش را بکشد.